یه چیزی راجع به تیتوشان من بگم. تیتوشان هم میتونه خیلی مخرب باشه، هم میتونه خیلی مفید باشه. کلا تیتوشان چی داره؟ تیتوشان یک معلم‌های خوبی داره و یک فضای آموزشی خوب و رقابتی داره. امکاناتش هم خوبه، انصافا خوبه. ولی خب اگرم قبول نشدی هیچ نگرانی نداشته باش. معلما که الان بهترین معلما، ماس، کلاسینو، تاملند، اینا دو هست، بهترین معلما هست. حالا درست نیست بگیم رایگانش هم میتونی پیدا کنی به روش‌هایی. الان از لحاظ معلمای بهتر از تیزوشان تو میتونی پیدا کنی اگه زرنگ باشی. این از معلم. فضای آموزشی هم یعنی رقابت هم میتونی 4 تا رفیق درس خون پیدا کنی همون میزان مفید بودنی که تو تیزوشان هست و شما برای خود ایجاد بکنی. اما خب امکانات رو مثلا تخته وایت بود اینجوری نمیتونی کاری کنی. مدرسه میدونی چی میگم، اونو کارش نمیشه کرد. ولی نگران نباش، تیزوشان هم چیز خاصی نیست. من 6 سال درس خوندم، برای خودم من به شخص مخرب بوده. من پیشنهاد نمیکنم مثلا به خواهرم به کسی دیگه میگم نرن، دوست ندارم. شرایط خوبی نیست. یعنی بچه رو دیوانه میکنه، چیزی که من برداشت کردم و تو اون 6 سال بودم.